درود بر دوستان عزیز. امروز میخوایم یه آنباکس جالب داشته باشیم از سری جدید محصولات آلباترون و ببینیم فراموش‌تر چی برای ما فرستاده. با ما همراه باشید تا ببینیم داخل این بسته جذاب چی هست. درود بر دوستان عزیز. خب بریم آنباکس کنیم محصول زیبا رو از فراموش‌تر و ببینیم در ما چی فرستاده. یه تیچه یه پته پیشگوشتی رو کنید و آشار آلم من گوشه میذارم افتاد کنید ممنون هم از توضیح آلباترون که دارید میبینید که دست کنم فرستادن این بارش کنم هیچ چیزی در ما فرستادن یه ذره بیه جلو یه سره دلنشی میخوام بکنید صدا واقعا معجزه میکنه که توضیحات. خب یه دوربین تمام کیس فلزی از محصولات آلباترون که شرکت فراموش‌تر برام ارسال کرده و خیلی دوربین متفاوتی که کنم به نظر من زده. شاید کیس ها شبیه کیس های قدیمی باشه اما یه تفاوت های بزرگی توی این مدل از دوربین های آلباترون توی این مدلش هستش و تو لیستش ذره قوقا به پا کرده. خب بریم اول یه توضیحاتی راجع به خود دوربین داشته باشیم. این دوربین یک دوربین کیس فلزیه که از استاندارد IP67 هم پشتیبانی میکنه، یعنی کاملا ضد آب هستش. دارای 4 عدد LED وارم هستش که این LED ها توی شب روشن میشن و تصویر تمام رنگی به شما توی شب میدن. لنز 3.6 و رزولوشن 5 مگاپیکسلی. این دوربین قابل توجهه که یک دوربین 5 مگاپیکسلی دید در شب رنگیه که دارای میکروفون داخلی هم هست این دوربین، یعنی خیالت راحته هم تصویر و هم صدا رو در یک قاب داری. خیلی اوکیه. حالا یه ویژگی دیگه داره که این دوربین الان برام ارسال شده، میخوام غافلگیرتون کنم. سری آیپی محصولات آلباترون که 2 نمونه فعلا تولید و طراحی شده و وارد لیست شده. مسلما فراموش‌تر یک هدف خوبی از تولید این آیپی داشته، اما در مورد آیپی بودنش یک توضیح بدم به شما. این دوربین اسمارت پیوی یعنی قابلیت هوشمند برق‌رسانی از طریق کابل شبکه‌ای یا همون کابل اترنت رو داره که به علاوه اون از ورودی برق 12 ولت هم پشتیبانی میکنه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم برای یک بارم که شده حتی یه دونش رو تهیه بکنید و تو پروژه‌تون استفاده بکنید. نمونه تصویرش هم امروز میذارم براتون یا نهایتا حداکثر تا شب یا فردا براتون آپلود میکنم که نمونه تصویرش هم با هم ببینیم از این زیبا و هم کیفیت صدا و هم کیفیت تصویر شب و روزش رو با هم بسنجیم ببینیم آیا فراموش‌تر بازم تونسته با محصولاتش رقابت بکنه تو بازار یا نه.